بیش از 31 میلیون قرض شرکت برقی تاجیک از کارخانه‌های استخراج انگشت سبب قطع کارهای دو کارخانه شده است. کارخانه‌های استخراج انگشت کانیفون یغناب و جمعیت مسئولیتش محدود کمبینات متالورژی تاجیک بنابر پرداخت نشدن مبلغ انگشت به برقی تاجیک فروخته شده نمی‌توانند کندن قبط‌های نوی انگشت و کارهایشان در زیر زمین را آغاز کنند. طبق اطلاع وزارت صنعت تنها در نیمه اولی سال جاری قرض برق تاجیک نزد انگشتکنها 13.1 میلیون سومانی معادل 1,400,000 دلار بیشتر شده است. قرض شرکت نزد دو کارخانه نامبر شده تا 1 ایول سال جاری 31 میلیون سومانی معادل 3,300,000 دلار را تشکیل داده است. وزارت صنعت و تکنولوژی نوی تاجیکستان با اظهار نگرانی برق تاجیک را به انصاف دعوت کرده طلب نموده است قرضش را پرداخت کند تا این دو کارخانه توانند به کارهایشان ادامه دهند. گفتنی است که برق تاجیک انگشت را برای تامین سوخت مرکز گرمدهی دوشنبه 2 خریداری میکند. قرض این شرکت مونوپولی موضوع همیشگی بحث ها در حکومت و جامعه و خبرها در رسانه هاست. تا اول سال جاری قرض عمومی آن به 22.9 میلیارد سومانی برابر 2 میلیارد و 400 میلیون دلار رسیده بود. با در نظر داشت اینکه شرکت سالانه حدود 3-4 میلیارد سومانی ضرر می‌بیند، امکان دارد قرض آن حالا از مرز 25 میلیارد سومانی عبور کرده است.